سلام، تو این ویدیو آموزش بافت این مدل سبد رو داریم که به این شکل تو دو رنگ بافته میشه. اینم کفیشه. تو این آموزش علاوه بر بدنه آموزش کفی رو هم داریم. این مهره هایی هم که میبینید اینجاست، من ندوختمشون، همینجوری تو این قسمت فشارشون دادم، همینجا ثابت موندن. شما میتونید هر مدل دیگه که دوست داشتید اینا رو تزیین کنید. و مورد دیگه هم این که من از قلاب شماره 7 برای بافت این سبد رو استفاده کردم. همین دیگه، بریم تا ببافیمش. خب من طبق این نقشه میخوام کفی سبدمون ببافم. ببینید اولش یه حلقه جادوییه و بعدش همش پای کوتاهه. گفتم که علامت پای کوتاه تو نقشه‌های قلاب بافی یا به علاوه است یا ضربه در. اینجا از هر دو تا استفاده کرده. خونه هایی که یه دونه پای کوتاه میخوره رو با به علاوه نشون داده. اونایی هم که دوتان جفتی هستن و کنار هم دیگه هستن و با ضربه در. خب حالا من یکی از این ردیفا رو به عنوان شروع هر رجم در نظر میگیرم. خب من این خطو به عنوان شروع رجم در نظر میگیرم، چون اینجا نشون نداده که کدوم یکی کجاش هر رجی شروع میشه. خب من اینو همینجوری در نظر میگیرم، فرق نمیکنه هر کدومو در نظر بگیریم، فرق نمیکنه. خب پس برای شروع من اول یه حلقه جادویی درست میکنم. خب برای درست کردن حلقه جادویی هم به این صورت عمل میکنیم. ببینید به این شکل نخ و دور انگشتام میپیچم. خب و بعد قلابو میبرم داخل این حلقه و نخ و از پشت میگیرم میارم داخل. خب بعدش یه زنجیره و طبق نقشه گفته 6 تا پای کوتاه داخل این حلقه جادویی ببافید. من 6 تا پای کوتاهش رو میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. خب ببینید 1 2 3 4 5 و 6. اضافه نخو میکشم تا این دایره شکل بگیره. خب بعدش کار اتصال رو انجام میدم و بعد رج بعدش که گفته داخل همه خونه ها جفت پای کوتاه ببافید. خب من اول کار اتصالش رو انجام بدم. قلابو در میارم. ببینید این اولین پای کوتاهی بود که بافتیم، درسته؟ اینم قسمت بالاشه. من از پشت خب قلابو میبرم بالای اولین پای کوتاهم. ببینید به این شکل. خب کارو میبرم پشت که راحت تر انجام بدم و بعد این حلقه‌ای که الان قلابو ازش در آوردم دوباره میبرم داخل قلاب و از بالای این پای کوتاه عبورش میدم. ببینید به این شکل. و همین پشت یه زنجیره میزنم به این شکل و دوباره کارمو برمیگردونم. ببینید و بعد قلابمو میبرم داخل آخرین پای کوتاهی که بافتم. آخرین پای کوتاه هم کدوم بود؟ این بود. این اولی بود، درسته؟ 1 2 3 4 5 6. این آخرین پای کوتاه همه. قلابمو همینطور که الان این حلقه داخلشه میبرم پایین آخرین پای کوتاهی که بافتم. ببینید اینجا جاییه که قلابو میبرم. خب بعد نخو میگیرم میکشم بیرون به این شکل. الان 2 تا حلقه روی قلابو در میارم. چرا؟ چون میخوام قلابو بیارم جلو. الان پشته، میبینید قلاب از داخل هر 2 تا حلقه در میارم
بعد اول میبرم داخل حلقه جلویی و بعد حلقه پشتی. خب حالا حلقه پشتی رو از داخل حلقه جلویی عبورش میدم. ببینید به این شکل. با این کار هم کار اتصال رو انجام دادم و هم داخل آخرین پایم یه دونه پایه بافتم. یعنی من الان شروع کنم به بافت برم تا آخر رج، آخرین خونم همین الان بافتم. خب حالا رج جدید چی میگفت؟ رج جدید میگفت طبق نقشه داخل همه پای کوتاهای رج قبل 2 تا پای کوتاه ببافید. خب حالا از اولین خونه شروع به بافت میکنم. این اولین خونمه، جایی که حلقه اتصالم از داخلش رد شد. خب گفتم که داخل اولین خونه 2 تا پای کوتاه میبافم و اینجا جاییه که جفت پای کوتاه بافته میشه. همزمان این اضافه نخم میگیرم پایین که اینم بافته بشه. خب که اینم پنهون بشه حین بافت. خب این اولین خونم، ببین دست کجا در میاد. این اولین پای کوتاش، دومی هم همونجا. خب به این شکل. خونه بعدی این خونه است که اینجا جاییه که قلاب میره و پای کوتاه بعدی بافته میشن. ببینید این یه پایه و پای کوتاه بعدی. خب داخل همه خونه ها به همین صورت جفت پای کوتاه ها رو می بافم. الان 2 تا خونه بافتم، 4 تا خونه دیگه مونده. خب که آخرین خونه، ششمین خونم یه دونه از قبل توش بافته شده. خب من می بافم بهتون نشون میدم. خب من همه خونه ها جفت پای کوتاهاشون رو بافتم، رسیدم به آخرین خونه. این آخرین خونه است، جاییه که کار اتصال انجام شد. خب و گفتم به عنوان اولین پایه در نظر گرفته میشه، پایه‌ای که داخل خونه آخر بافته شده. پس اینجا من فقط یه دونه پایه می بافم. ببینید یه دونه که هست، من فقط یه دونه دیگه می بافم و این رج تموم میشه. خب دوباره همون کاری که رج قبل انجام دادم برای اتصال اینجا هم انجام میدم. حلقه رو از این اولین پای کوتاهی که بافتیم، اولین پای کوتاه داخل اولین خونه است، درسته؟ و این خونه مربوط بهش. الان این حلقه رو از اینجا عبورش میدم و بعد داخل این خونه که آخرین خونه حساب میشه، این اولیه این آخریه. خب داخل این کار اتصال رو کاملش میکنم. خب ببینید همین مراحلی که گفتم رو انجام میدم. از قسمت پشتش اینو میگیرم، میکشم بیرون، همون پشت یه زنجیره میزنم و دوباره کارو برمیگردونم. خب و بعد میرم سراغ این خونه، آخرین خونه، درسته؟ که الان دقیقا میشه پایین همین جایی که الان من زنجیره رو زدم. قلابو میبرم، ببینید اینجا و این قسمت پایینش اینجا. خب اینو میکشم بیرون. حالا قلابو در میارم، اول حلقه جلویی و بعد حلقه پشتی به این صورت. خب میریم سراغ نقشه. نقشه چی میگه؟ میگه رج سوم داخل خونه اول جفت پای کوتاه، داخل خونه دوم یه دونه پای کوتاه، دوباره داخل خونه بعدی 2 تا، خونه بعدیش 1 2 تا، 1 2 تا، 1 تا آخر رج. خب ببینید این اولین خونه منه که اول رج قبل بافتم. اینم قسمت بالاشه و اینجا ببینید این هفتی رو ببینید، جاییه که قلاب میره داخلش و پای کوتاه اینجا بافته میشه. این 1. خب و اینم 2.
خونه بعدی یکی میبافم. این خونه بعدیمه. یکی. دوباره خونه بعد که اینجاست 2 تا، خونه بعدی که اینجاست یکی. 2 تا یکی 2 تا یکی تا آخر رج. خب من رسیدم آخر رج. خونه یکی مونده به آخر. 2 تا بافتم. مونده خونه آخر که باید یکی ببافم. درسته؟ 2 1 2 1 بود. الان 2 بافتم، بعدی یکه. خب بعدی خودش یکشو داره. همونی بود که کار اتصال توش انجام شد و پایه توش بافته شد. خب یه پایه حساب میشه خودش. پس الان وقتشه که من کار اتصال رو انجام بدم. بالای اولین پای کوتاهی که اول رج بافتیم، خب همین پشت یه دونه زنجیره و بعد کار رو دوباره برمیگردونم و داخل آخرین خونه. ببینید این که اولین پایمه، این آخرین خونمه. خب پایینش قلابو میبرم داخل و نخو میکشم بیرون به این شکل. قلابو در میارم و این کارو کامل میکنم به این صورت. خب رج بعد چی میگه؟ که میشه رج 4میمون. خب اینو که بافتیم، اینم بافتیم، اینم بافتیم. بعدی میگه 2 تا خونه اول هر کدوم یه دونه ببافید، خونه سومی 2 تا. دوباره 2 تا خونه بعد هر کدوم یکی، خونه سومیش 2 تا. پس همین کار رو انجام میدیم. 2 تا خونه اولی یکی و خونه سومی هم 2 تا میبافم. خب این که اولین پای کوتامه. ببینید یه دونه، بعدی هم یه دونه و سومی که اینجاست 2 تا پای میخوره. این 1 و این 2 تا آخر رج به همین شکل. 1 1 2 1 1 2. خب من رسیدم به آخر رج. 2 تا خونه یه دونه پای بافتم، پس خونه بعدیش میشه 2 تا. این خونه آخرمه، یه دونه که از قبل داره. تو این روش اتصال خونه آخر یه دونه از قبل رو تو هر رج داره. خب پس فقط یه دونه دیگه میبافم داخل این خونه. و بعد مثل رجای قبل اینجا کار اتصالش رو انجام بدم. خب منم این آخرین رجم بهتون نشون بدم که چجوری وصل میشن. خب اینجا آخرین خونه. اینجا میشه. من اشتباه بردم. این خونه آخرمه. ببینید تو این خونه 2 تا هست، این یکی، اینم یکی. خب اینجا جاییه که این میره. به این شکل. خب به همین شکل طبق این نقشه دایره‌تون رو بزرگ و بزرگتر میکنید تا هر اندازه که بخواین. خب الان این رج ما که تموم شد، رج بعدم بهتون نشون بدم. ببینید 1 1 2 بود، درسته؟ ولی رج بعد خونه اول 2 تا میخوره، 3 تا خونه بعدی یکی، خونه بعدش 2 تا، 3 تا خونه بعدش یکی.
رج بعدش 2 خونه اول هر کدوم یکی، خونه سومی 2، بعد 4 خونه بعدی یکی، 2 خونه بعدی 2، 4 2 4 2 تا آخرش. خب هر اندازه که میخواین دایره‌تون رو بزرگ کنید. من یه رج دیگه هم میبافم یکم دایره‌ام بزرگتر بشه و بعد میام بدنه رو میبافیم. خب کفیتون رو که بافتین یه مقدار با دست صافش کنید. خب آخرین رجتون اتصالش یه مقدار فرق داره. خب اولش که به همون شکله، ببینید آخرین پایتون رو بافتین، مراحل وصل رو هم شبیه رجه قبل اولش همون شکلیه. خب تا این مرحله که زنجیره زده میشه. خب کارو برمیگردونم. رج جدید من میخوام داخل این حلقه های پشتی، ببینید الان بهتون نشون بدم، داخل این حلقه ها پای کوتاه ببافم. پس کار اتصال من باید همین شکلی انجام بشه. خب من الان نمیام قسمت پایین اینجا قلابو ببرم و حلقه رو در بیارم. خب بلکه میام قسمت پشتش، ببینید این اون خونه یه پایین اینه، درسته؟ اون خونه یه که من قلابو میبردم داخلش، حلقه رو در می آوردم و کار اتصال رو کامل می کردم. الان این قسمتش نمیبرم، میام قسمت پشتش، ببینید این 2 حلقه قلاب رو میبرم پایین این 2 حلقه. حالا من انجامش بدم. ببینید الان باید بیارمش اینجا. یه مقدار خونه اولی. خب ببینید الان رفت پایین این 2 حلقه. نخو میگیرم و میکشم بیرون. ببینید به این شکل. حالا دوباره 2 قلابو یه دونه قلاب از داخل 2 حلقه در میارم. اول حلقه جلویی و بعد حلقه پشتی. حلقه پشتی رو از داخل حلقه جلویی عبورش میدم به این شکل. خب حالا میرم سراغ خونه ها. این اولین خونمه، اینم قسمت بالاشه. پس اولین پای کوتاه و اینجا داخل حلقه های پشتی این میبافم. داخل همه خونه ها این قسمت حلقه های پشتیشون خب یه دونه پای کوتاه من میبافم. ببینید به این شکل. خونه بعدی هر 2 حلقه اذیت میکنه. خب داخل همه خونه ها به همین شکل پای کوتاه هاشون رو میبافیم. ببینید اینجوری. خب من پای کوتاه ها رو بافتم. اینا به این شکل میام بالا. خب یکم فشارش میدم تا کفش صاف شه و این گوشه ها بیان بالا. خب حالا میریم ادامه بدنه. اینجا کار اتصال رو انجام میدم و رنگ جدید رو هم اضافه میکنم. خب قسمت اول اتصال این آخرین خونی بود که بافتم. خب این اولین پایمون بود. قسمت اول اتصال که مثل رجای قبل، مثل کفی که بافتیم. خب این حلقه رو میگیرم و میبرم پشت. خب الان باید یه زنجیره بزنم، درسته؟ باید اینو بردارم یه زنجیره بزنم، ولی زنجیره‌شو با رنگ جدید میزنم. ببینید به این صورت.
به این شکل زنجیرش زده میشه. اینا رو نگه میدارم. خب قلابو در میارم، میرم ببینید الان بیارم نزدیک. این خونه که الان اولین پایه‌ای که حلقه رو بردم پشتش، درسته؟ و این خونه قبلشه. ببینید حلقه جلوش مشخصه ولی حلقه پشتش اینجاست. قلابو میبرم داخل این دوتا حلقه. خب ببینید این یک قسمت، اینم قسمت بعدش، این یکی. خب ببینید قلابو داخل این دو قسمت بردم. حالا همین رنگ جدیدمو میگیرم و از داخل این دوتا قسمت عبورش میدم. ببینید به این شکل. خب این شکلی میکشم، اینو نگه میدارم که خارج نشه. خب میکشم بالا به این شکل. خب حالا دو تا پای نیم دوبل داخل این خونه کار میکنم به صورت نیمه، یعنی نمیبافمشون. یه دور قلاب دور کاموا میپیچم، میرم همین خونه ای که الان این رنگ جدیدم داخلشه. ببینید این دوتا حلقهش بود، درسته؟ این یک، خب و اینم دو، به این شکل. اما نمیبافمش. خب میرم خونه های بعدی. این خونه بعدیمه، اینو جا میذارم، میرم خونه بعدیش. خب اینجا هم 3 تا پایه به صورت نیمه میرم. این یک، این دو و اینم 3. خب به این شکل. حالا نخو میگیرم و از داخل همه اینا عبورش میدم، منتها با این انگشتم این قسمت رو نگه میدارم که آزاد باشه. خب به این شکل الان اینو از داخل همه اینا عبورش میدم. ببینید به این شکل. و اینجایی که انگشتمو نگه داشته بودم قلابو میبرم داخلش، دوباره نخو میگیرم میکشم بیرون و از داخل حلقه روی قلاب عبورش میدم به این صورت. ببینید حالا یه مقدار نخمو میکشم، یه دور قلابو دور کاموا میپیچم و میام اینجا این خونه. ببینید اینجا درست شده، اینجا میبرم نخو میگیرم میکشم بیرون. اینم یه پای نیم دوبلی بود که نبافتیمش، به همین صورت آزاده. خب حالا میام این خونه، همین خونه‌ای که توش 3 تا پایه رو بافتم، دوباره 3 تای دیگه هم میرم. ببینید این یک، دو و 3. دوباره یه خونه رو جا میذارم، میرم خونه بعدش. اینجا هم 3 بار این کار رو انجام میدم، همین کاری که تو خونه قبلی انجام دادم. یک، دو و 3. سختی بافت بدنه این سبد به همینه که تعداد زیادی حلقه روی قلاب میاد و باید همه رو نگه دارید و بعد همه رو با هم ببافید. خب دوباره اینجا رو با انگشتم نگه میدارم، نخو میگیرم و از داخل همه اینا عبورش میدم. خب به این شکل. خب بعد نخو میبرم، قلابو میبرم همون حلقه‌ای که نگه داشته بودم، نخو میگیرم و میام از داخل این عبورش میدم به این صورت. ببینید
دوباره اینو میکشم، یه دور قلاب دور کانوا به این شکل. دوباره همین کاری که اینجا انجام دادم و انجام میدم. چیکار کردم؟ 3 تا اینجا میبافم، 3 تا هم این خونه رو جا میذارم، بعد همه رو با هم میبافم. خب من الان انجامش میدم. 1 2 3. بعد میام این خونه اینو جا میذارم، 1 2 و 3. خب دوباره نخو میگیرم و از داخل همه عبورش میدم. بعد میارم اینجا نخو میگیرم و از داخل این حلقه عبورش میدم به این صورت. ببینید اینو میکشم که بیاد بالا و یه پای نیم دوبلی که بافته نمیشه. بقیهش هم مثل همینا بافته میشه. یعنی دوباره الان میام 3 تا اینجا 3 تا اینجا، بعد با هم میبافمشون و دوباره بالاش یه پایه‌ای که بافته نمیشه. خب تا آخر رج به همین شکل میبافم. خب من آخر رجم قسمت بالایی رو انجام دادم. پس قسمت بعدی میشه اینجا. 1 2 خب و اینم 3. گفتیم که یه خونه رو جا میذاریم که این خونه است، میریم خونه بعدی. خونه بعدی اینجاست، جایی که شروع به بافت کردیم و یک تیکه اول رو بافتیم. خب 1 این 2 و این سومیش دیگه. خب اینم از 3. و اینم بافت آخرش. خب ببینید این بدنش تا اینجا. خب برای تموم کردن رج هم اینو یه مقدار بالا میکشم، همون کاری که انجام دادیم قسمت قبل. منتها این پایه رو که کشیدم بیرون میبافمش. خب ببینید به این شکل الان این رج تموم میشه و مرحله بعدی اینه که این 2 قسمت رو به هم وصلشون کنم. خب حالا میخوام این 2 قسمت رو به هم وصلشون کنم. خب قلابو در میارم، میام این قسمت، اینو ببینید این قسمت وسطشه، درسته؟ قلابو از اینجا عبورش میدم و بعد از اینا هم میام عبورش میدم. ببینید اینجا و اینجا تا از این قسمت در بیاد. خب به این شکل. بعد میام اضافه نخو میگیرم. خب و از همین مسیری که اومدم عبورش میدم. ببینید به این شکل اینجوری. خب کارو برمیگردونم. حالا یه حلقه اینجا داریم، یه حلقه اینجا. خب میام این حلقه سمت چپی رو از این حلقه عبورش میدم. ببینید به این شکل. خب
و بعد محکمش میکنم. خب اینو کشیدم، اینجا محکم شد. نه بقیهش. خب به این صورت ببینید. حالا جایی که من میخوام الان بافت رو انجام بدم این قسمت هست. ببینید اینجا، اینجا، اینجا و اینجا جاییه که من میخوام ببافم. اولیشم که همینجاست، اینجا این قسمت جایی که کار اتصال رو انجام دادم. یه مقدار نخو میکشم بالا که الان مال من بالاست. یه دور، این یک، اینم دو. اما نمیبافمش، میرم فضای بعدیم که اینجاست. این یک، این دو و اینم سه. خب حالا میبافمش. ببینید اینو اینجا نگه میدارم. به همون روشی که اول رج قبل بافتم. خب یه مقدار میکشم بالا، یه دونه اینجا و ادامهش دقیقاً مثل رج قبله. 3 تا اینجا. خب و بعد 3 تای بعدی رو میرم فضای بعدی که اینجاست. 1 2 3. خب این نخ من تموم شده. میرم فضای بعدی، این یک، ادامهش رو با این نخ برم. خب من تا سر اینو پیدا کنم. خب سرش رو پیدا کردم. یکی رفته بودم. خب دومی رو میرم اینجا. منتها نخ جدیدم رو الان دیگه میگیرم، میکشم بیرون. این دو و اینم سه. این دوتا رو هم میارم لابلای بافت. اینم از سه. خب و اینجا بافت رو کامل میکنم به این شکل. ببینید این اولین گلش شکل گرفت. میکشم بالا و دقیقاً همون کارهایی که قبلا انجام دادیم و اینجا انجام میدم. 3 تا اینجا و 3 تا فضای بعدی. دوباره اینجا و اینجا. این بالاهاشون هم یادتون نره که ببافید. خب حالا من یکی دیگه هم میرم. خب اینجا رو که رفتم بافتم. 3 تا که همین خونه‌ای که اینجا بافتم میره. این یک، دو و سه. 3 تا هم فضای بعدی که اینجاست. این یک، این دو و اینم سه.
خب به این شکل. اینم قسمت بالاش. ببینید اینجوری. بقیه‌اش هم به همین شکل که تا اینجا بافتم بافته میشه تا آخر رجش که من میبافم و بقیه‌اش رو میام بهتون نشون میدم. خب من رسیدم به آخر رج. اینجا و اینجا آخرین جایی هستن که باید بافته بشن. قسمت بالاش رو بافتم. آخرش هم بهتون نشون بدم. 1 2 و 3. قسمت آخرم اینجاست، جایی که رج شروع شده بود. 1 2 و 3. خب میبافمش. به این شکل. خب اینم میکشم و پایش رو به صورت کامل میبافم. خب به این شکل این رجم تموم میشه. بدنه رو ببینید به این شکل. میمونه کار اتصالش. اتصالش هم مثل رج قبل الان انجامش میدم. خب این یه مقدار میکشم بیرون و مثل رج قبل چی کار کردیم؟ ببینید این قسمت اینجاش، ببینید این قسمت بالاشه. نگاه کنید دقیقاً کجا رو میگم. اینجا رو بالا رو بافتم. خب میام اینجا بین این گل. خب قلاب از اینجا ردش میکنم. از این دو قسمت بعدیم ردش میکنم. ببینید باید بیاد بیرون از اینجا. خب اضافه نخو میگیرم. و از همین مسیری که اومدم بیرونش میبرم. یه مقدار اذیت میکنه. به این شکل. خب کارو برمیگردونم. الان این دوتا حلقه رو داریم. درسته؟ این سمت چپی رو از داخل سمت راستی عبورش میدم و بعد اینو میکشم یکی از نخاشو. خب تا این قسمت محکم بشه. این اضافه رم از اینجا میکشم که این کوچیک‌تر بشه. خب ببینید به این صورت کار اتصالش انجام شد. خب به این شکل. حالا میخوام کارو تموم کنم و نخو قیچی کنم تا رنگ جدید رو بیارم و قسمت بالاشو ببافم. خب میام پشت کار. این قسمت ببینید کنار اینجاست. این قسمت این دوتا حلقه. خب قلاب میبرم اینجا و این حلقه اینجا رو میگیرم و از این قسمت عبورش میدم میارمش داخل. یه زنجیره میزنم. خب بعد از اینکه یه زنجیره رو زدم اضافه نخو قیچی میکنم. به این صورت. خب صافش میکنم.
ببینید این الان بدنه اصلی که بافته شد به این شکل. حالا من رنگ جدید رو میارم، رنگی که این قسمت استفاده کردیم. ببینید برای کفی میارم و قسمت بالاش هم میبافم. خب قبل از اینکه رنگ جدید رو اضافه کنم، این اضافه نخی که اینجا قیچی کردم و میبرم لابلای کارم. خب این کار رو انجام میدم تا این نخ پنهون بشه. من نخ این رنگیرم که کفی رو بافتم، خب یه رجشو که بافتم قیچیش کردم و اضافهش هم مثل الان که دارم اینجا قایمش میکنم اونم اضافهش لابلای بافت رفته. خب ببینید به این شکل. حالا میخوام رنگ جدیدم بیارم، رنگ کفیم، و از یکی از این قسمت ها شروع به بافت میکنم. ببینید اینجا نخو میارم و شروع به بافت پای کوتاه داخل همه خونه ها میکنم. خب خونه بعدی که بافته میشه اینه و اینم اضافه این نخمونم میاریم بین کار که بافته بشه و پنهون بشه. این پای کوتاه بعدی اینجا میاد. خب پای کوتاه بعدی اینجا. بالای همه خونه ها پای کوتاهشون بافته میشه. ببینید تا آخر رج من بالای همه این خونه ها پای کوتاهشون رو میبافم به این شکل. خب من همه پای کوتاه رو بافتم، میام بالای اولین پای کوتاه هم چرا برعکس. خب پای وصلش رو میزنم به این شکل. ببینید خب و بعد میام در ادامه داخل همه خونه ها این پای وصل رو میزنم، کاری که آخر همه سبد ها انجام میدیم، اکثر سبد ها. خب به این شکل تا آخر رج داخل همه خونه ها من این پای وصل یا بافت نامرئی یا بافت همین دیگه اینو تا آخرش میزنم. ببینید به این شکل. خب من رسیدم به آخرین خونه. آخرین خونه به این شکل بافتشو میزنم. خب و بعد این پشت یه دونه زنجیره و اضافهش قیچی میشه. خب و بعد اینم مثل بقیه لابلای بافت پنهونش میکنم. خب نخشو کوچیک میکنم که زودتر کارش تموم بشه به این شکل.
نخ کفش هم اینجا خب یه مقدارش که میرفت لابلای باف، یه مقدار اضافهش هم بعدش میتونید پنهونش کنید. خب به این شکل. و الان سبد ما کامل شد. اینم که کفشه، اینم بدنشه.